پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می‌فرماید این مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولی اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. رواه بخاری. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما را یک نصیحت، یک توجه به عمل میکنه که از مردم از سخن پیامبران پیشین دریافتی هرگاه از همه پیامبران همه یک سخن داشتن، مقصد آدمای با عقل سکوت میکنن بعدا یک سخن میگن. همون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از نبوت پیامبران یک سخن موندگی است در بین مردم این است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر از پروردگارت حیا نکنی هر کاری میفرد کرد، هرگاه شرم و حیا نداشته باشی هر چی خواستی بکن، و اگر همین شرم حیا که نباشه هر چی کاری میفرد کردن بگی. مقصد همین انسان با ایمان حیا داره، انسان با عفت حیا داره. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را دید که دنیا و فساد چیده است، مردم چی بچه و چی دختر به حیا و به عفت شدن. گفت حیا داشته باشد آدمی زاد، لعنت خدا بر وجود به حیا بود. نگاه که شیخ سعدی لعنت به حد استاتیاش وزمینه بگیم، به حد گپی وزمینه، یکی دید مردم اگر حیا را برای خود اختیار نمیکنن، حضرت گفت لعنت خدا بر همون وجوده که حیا نداشته باشه. به همین خاطر هر جا که باشیم حیا را از پروردگار طلب کنیم. همین ایمان به خودش پوست داره، پوست ایمان حیا است، شرم حیا است. اگر شرم حیا که نداشت پوست ایمان همون بگیم که ایمان انسان نابود میشه. مسلمان یکی از نشانه‌های ایمانداریش این حیا و عفته. عفت اصلا ما در دخترها استفاده میبرم، لکن حیا هم بچه داشته باشه هم دختر. در احادیث پیامبر میخونیم که حیا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از عروس‌ها هم زیاد بود، هم با حیا بود. حضرت خدای مهربان همیشه ما را با حیا بگرداند در همه حال.